به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ورزشکاران عزیز و مربیان گرامی، درس ششم ما و شما هست و در رابطه و استخوان ستون فقرات یا مهره های کمر و بعض مشکلاتی که در ستون فقرات یا مهره های کمر در بعض افراد وجود داره بحث میکنیم. ستون فقرات یا مهره های کمر شامل 33 مهره است که 24 مهره از گردن تا کمر است و بعدش استخوان دیگه است که به شکل مهره های چسبیده به هم است به نام استخوان ساکروم و بعد از او هم استخوان دیگه هست به نام کاکسکس یا کاکسیجیال بون که او هم استخوان‌هایش به شکل چسبیده به هم است. شما در این تصویر می‌بینین که از مهره های گردن شروع شده که به رنگ سرخ نشان داده شده و بعد به شکل سبز رنگ مهره های قسمت تنه یا صدر و بعدش هم استخوان های قسمت های کمر و بعد قسمت های استخوان ساکروم که در طرف لگن قرار دارد و بعدش هم آخرین نقطه استخوان های کاکسکس یا کاکسیجیال بون. در داخل همین ستون فقرات ما و شما یک کانال وجود داره یا یک سوراخ وجود داره که از اما قسمت فورامن مگنوم که در قسمت پشت گردن ما و شما در ناحیه‌ای که سر و گردن میچسبه، در این قسمت یک در خود استخوان سر یک سوراخ وجود داره که او را به نام فورامن مگنوم یاد میکنن. از او سوراخ از داخل مغز ما و شما امی کانال نخا یا نخای شوکی یا سپاینال کورد پایین میشه به طرف امی کانال و در داخل امی استخوان یا امی مهره ها جای میگیره و تا به پایین امتداد داره. مهره های گردن در مجموع 7 مهره هست. شما همین تصویر هم اگر مشاهده بکنین به وضاحت متوجه میشین که 7 مهره در اینجا وجود داره. در بین این 7 مهره 2 مهره اول و دوم که به نام اطلس و اکسس یاد میشه. اطلس مهره اول و اکسس مهره دوم. استخوان‌های اول و دومه که به نام اطلس و اکسس یاد میشن به نسبت به بقیه استخوان‌های مهره‌های کمر از لحاظ شکل متفاوت دارن و فوق‌العاده حساس و متحرک هستند و از لحاظ حیاتی هم بسیار زیاد حائز اهمیت هستند. استخوان‌ها در مجموع یک قسمت جسم دارن و یک قسمت که این در حقیقت نگهدارنده وزن بدن ما و شما هست و در دو طرف خودش اینا قوس ها دارن که در قسمت عقب یا خلف اینا 2 تا قوس دارن و در داخل امی 2 تا قوس امی کانال تشکیل میشه که نخای شوکی و رگها و اعصاب از داخل امی سوراخ ها بیرون میشن. مهره های صدری یا مهره های تنه هم حدود 12 مهره است. همونطور که قبرقه های ما 12 عدد است، مهره های قسمت صدر یا تنه بدن ما و شما شامل 12 مهره است که از T1 تا T12 اینا در قسمت تخته پشت ما و شما در صدر وجود داره که از این ناحیه شروع میشه تا به قسمت پایین ادامه داره. در حدود 12 قسمت ای دو طرفی فقرات ما شما متوجه میشیم که قبرقه های ما چسبیده است و این ناحیه سطوح مفصلی داره که قبرقه ها با مهره های کمر وصل میشه. البته این قبرقه ها با مهره های کمر و در قسمت پیشروی سینه هم یک استخوان دیگه وجود داره که استخوان استرنم میگن. در مجموع اینا قفس را میسازن که قفس به نام قفس صدری یاد میکنن. در این هم مهره های کمر هم سوراخ های هم در داخل همون کانالش وجود داره که قبلا من برای شما در قسمت های مهره های گردن گفتم و در این قسمت اطرافش یا در دو طرف جنب هم سوراخ های وجود داره برای عبور رشته های عصبی و رگ های خون. مهره های کمر هم از مهره 20 شروع میشه تا به مهره 24 شامل 5 مهره هست که در این قسمت هم شما میبینین. مهره اول کمر، دوم، سوم، چهارم و پنجم که اینا را به حرف L نشان میدن. L1 تا L5 مهره های
کمر هست. در بین اینا هم دسک یک ساختمان غضروفی وجود داره که رو به نام دسک بین مهره ها میگن. شاید اصطلاحی بسیار معمول است که میگن ما دسک کمر دارم یا دسک دارم. این اصطلاحات است که بین مردم معمول است، ولی یک ساختمان غضروفی است که بسیار فوق العاده مهم و حیاتی است برای تأمین حرکات مهره های کمر و همچنان برای جلوگیری از فشارها و جلوگیری از صدمات بالای مهره ها او دسک عمل میکنه. البته نخا امو سپاینال کورد که پیشتر گفتم از قسمت فورامن مگنوم یا سوراخی که از قسمت استخوان سر به داخل نخا ارتباط میگرفت، این نخا را ادامه میده و نخا تا به استخوان L3 ادامه پیدا میکنه. بعد از او نخا به شکل رشته ها پایین ادامه پیدا میکنه که اونمو رشته ها را که تقریبا به شکل دم اسب است به نام کاودا اکوینا یادش میکنن. استخوان دیگه که به ادامه ستون فقرات هست بعد از کمر به نام مهره های ساکروم یا استخوان ساکرال بون یاد میشه. این مهره ها از استخوان 25 شروع میشه تا به 29. این هم شامل 5 مهره است، ولی ویژگی این مهره ها ای است که از همدیگر جدا نیستن و بعد از اینکه در طفل در بطن مادر رشد خود کم 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 تکمیل میکنه و متولد میشه، به مرور زمان آهسته آهسته سن زیاد میشه و این مهره ها به هم چسبیدگیش بیشتر میشه و به هم میچسبن و از S1 تا S5 نامگذاری میکنن. اس به خاطر از این که امو ساکروم است، از امو حرف اول انگلیسیش استفاده میکنن برای آسانی کار، از S1 تا S5 ایره نامگذاری میکنن که در این تصویر شما میبینید. در اینجا هم سوراخ های وجود داره، هم برای عبور همو ادامه نخا و رشته های عصبی و همچنان به خاطر بیرون شدن رشته های عصبی و رگ های خون. البته ساختمان ای استخوان ساکرال یا همین 5 استخوان به هم چسبیده در مردها و زنها نسبت به هم دیگه متفاوت است. این ساختمان مثلثی پیش خانم ها کوتاه‌تر ولی پهن‌تر هست، اما در بین مردها باریکتر اما درازتر. خب آخرین قسمت نخا یا همو مهره های ستون فقرات ما شما استخوان کاکسکس یا کاکسیژل بون است که اصطلاح فارسی ازی دمغازه و اصطلاح عربی ازی استخوان اسعس است. این استخوان از مهره 30 تا 33 ادامه پیدا میکنه. این استخوان ها هم به هم چسبیده هستند و قسمت استخوان اولی این استخوان کاکسکس که شما در این تصویر میبینید یک مقدار پهن‌تر و درازتر است، ولی بقیه 3 استخوان دیگه کوچکتر هستند و به هم دیگر کاملا چسبیده هستند. و در این قسمت آخر این استخوان کاکسکس لیگامنتس ها یا امو رباط و عضلات بسیار مهم ناحیه سورین ما شما در قسمتی که به نام ناحیه پرینیال یادش میکنن یا ناحیه اجان در این قسمت وجود داره که در بین مردها و زنها این از اهمیت بسیار بسزا برخوردار هست. حالا در رابطه با پوسچر یا نما یا طرز ایستادن یا استقامت بدن میخوایم صحبت بکنیم. در مهره های کمر همونطور که شما در تصاویر قبلی دیدین ما شما 4 انحنا یا 4 فرو رفتگی و برآمدگی داریم. این 4 فرو رفتگی 2 تا به شکل مقعر یا گودی هست و 2 تا هم به شکل برآمدگی یا محدب شکل است. یک اصطلاح دیگه است به نام استقامت خنثی یا حالت بی‌طرف یا neutral position یا neutral spine. neutral spine یا neutral posture به این معنی است که شما حالت را اختیار میکنین که در او حالت کمر شما کمترین فشار را متقبل میشه و هیچ نوع درد و ناراحتی را در کمرتان احساس نمیکنین. در جریان فعالیت فیزیکی همین neutral position یا neutral posture از صدمه بالای مهره ها جلوگیری میکنه. یعنی هر زمانی که شما میخواین یک حرکت ورزشی را انجام بدین کمر و ستون فقرات باید یک حالت نوترال داشته باشه، یعنی حالت را داشته باشه که فشار بالای این مهره ها وارد نشود. بحث از فشار بالای مهره ها گفتیم. همین فشار بالای مهره ها
گاه سبب بی‌نظمی های استقامت یا پوسچر یا پوسچر ابنورمالیتیز میشه که ایره به نام انحراف مهره ها یاد میکنن. یعنی دیویژن یا انحراف مهره ها یک حالتی است که استقامت مهره ها بر هم میخوره. شما در این تصویر میبینید که یک فرد که ستون فقراتش کدام مشکل نداره به شکل نیوترال بالانس در این تصویر نشان داده شده. اما این بقیه تصویرها را که شما میبینین هر کدام این یک نوع مشکل بالاخره در خودش داره. مثلا در این تصویر اول شما میبینین که لوردوزس نام گرفته. لوردوزس، کایفوزس، فلت بک، سوی بک و سکولیوزس. ما اینا را اونایی که بسیار مهم است از جمله لوردوزس، کایفوزس و سکولیوزس به شکل جداگانه برای شما تشریح میکنم. بی‌نظمی استقامت یا انحراف مهره ها یک پدیده معمول در بین انسان ها هست و این مشکل در نزد افراد میتونه به شکل موقتی و یا هم دائمی باشه. به شکل موقتی مثالش در بین خانم هایی که وضع حمل دارن، ناحیه پایین کمرشان حالت لوردوزس به خود میگیره، یعنی یک انحنا بیشتر میشه و انواع بسیار معمول این بی‌نظمی ها را که قبلا هم برای شما گفتم و در این اسلاید های بعدی ما هر کدامش به شکل جداگانه برای شما تشریح میکنم، لوردوزس، کایفوزس و سکولیوزس هست. چرا افراد به این بی‌نظمی های استقامت یا به انحراف یا کجی مهره های کمر مواجه میشه؟ یکی از دلایلش غیر فعال بودن برای مدت طولانی است. دیگه ای که نشستن به صورت نادرست در بالای چوکی و به شکل غیر متحرک. دیگه ای که تطبیق برنامه‌های غلط و نادرست ورزشی است که محدود به یک عضله محدود و یا به یک مفصل محدود باشه. یک تعداد افراد است که عادت دارن فقط میان حرکات مثلا سینه را انجام میدن، یا یک تعداد افراد هستن فقط خوش دارن حرکت بازو انجام بدن که بی‌نظمی های استقامت یا انحراف مهره ها در پیش این افراد که برنامه های ورزشی غلط پیش میبرن معمول است. دیگه ای که فعالیت های مداوم محدود به یک قسمت بدن، افرادی که به شکل دوامدار یک کار فیزیکی را انجام میدن، مثلا افرادی که کفاشی میکنن یا بوددوز هستن، چون همیشه معمولا سرشان پایین است، پیش از اینا یک مقدار کایفوزس یا همون کجی یا کوش پشتی در قسمت تخته پشتشان دیده میشه. یا یک افرادی که کاملا همیشه به شکل نشسته با کامپیوتر کار میکنن، در پیش اینا هم در قسمت مهره های پشتشان قابل ملاحظه هست. دلیل که چرا با وجود میاد این است که عضلات یا کوتاه میشه، یا اینکه مفصل ها حرکاتش محدود میشه، و یا اینکه عضلات ضعیف میشه و همو قدرتش یا الاستیسیتیش یا استیبیلیتی عضلات یا همو استقامت عضلات بر هم میخوره که این عضلات مسئول نگهداری استقامت بدن ما شما در یک حالت نیوترال است. دیگه ای که وظایف کم تحرک و نشستن به صورت دوامدار هم مشکل ایجاد میکنه که من مثالهایش در مورد افرادی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن و افرادی که شغل خاص دارن، مثل که مثالش از بوددوزها یا کفاشها برای شما گفتم. مربیان باید متوجه باشن که حرکات و برنامه‌هایی را باید تنظیم بکنن که هم ای کجی استقامت اصلاح بسازه و هم از این حالت جلوگیری بکنن. در کل اگر با اونون یک فرمول کلی ما در نظر بگیریم، حرکات کششی برای عضلات قسمت‌های جلو و حرکات تقویتی برای عضلات تخته پشت میتواند در جلوگیری از انحراف مهره ها کمک کننده باشد. یکی از مشکلات کجی استقامت یا کج شدن مهره ها یا انحراف مهره ها کایفوزس یا کوژ پشتی یا کج پشتی هست. این در حقیقت خمیدگی امو انحنای بیش از حد مهره های صدری یا تنه هست. شما در این تصویر میبینین که این انحراف یک کمی بیشتر شده و به طرف پشت یا به طرف خلف همین خمیدگی متوارستر شده. عضلات پکتورالس که در سینه های ما شما هست،
این امکان داره در این موارد کوتاه شود و فرد به یک شکل سینه فرو رفته و تخته پشت برآمده مواجه شود. عضلات تراپزیوس هم ضعیف میشه و عضلاتی که در قسمت دو طرف تخته پشت موجود داره به نام عضله رامبوید، این عضله ضعیف میشه. در رابطه با عضلات ما بحث های بعدی را داریم، شما در این زمینه نگران نباشین. عضلات پکتورالس، عضله تراپزیوس، عضله رامبوید، اینا را باز در جلسات بعدی با جزئیات به شکل جداگانه من برای شما تشریح میکنم. دلیل این کوش پشتی من پیشتر هم مثال هایش برای شما گفتم، نشستن به صورت دوامدار در بین افرادی است که اینا حالتی را به خود اختیار میکنن که سر و گردن خودشان پایین میگیرن و در دراز مدت منجر به کوژی پشت و افتادگی شانه ها و گردن میشه. پیش افرادی که با کامپیوتر کار میکنن، پیش افرادی که حرفه کفاشی دارن، این کوش پشتی به حالت هایپرکایفوزس دیده میشه، یعنی بیش از حد پشت اینا، کمر اینا به اصطلاح کجی داره و قسمت تختی پشتشون برآمدگی به طرف خلف داره. تمرینات بیش از حد عضلات سینه هم میتونه این مشکل با وجود بیاره که این در بین افرادی که برنامه ناقص ورزشی دارن معمول است. و چه تاثیر ای کایفوزس بالای بدن ما شما داره؟ اینا باعث محدود شدن حرکات سینه میشن و در حالتی که بسیار شدید باشه حتی منجر به مشکلات تنفسی و ضیق نفس شده میتونه. این دو تا تصویر هم شما میبینین که فرد این طرف که ایستاده است حالت نرمال به خود اختیار کرده و در حقیقت امو نیوترال سپاین یا نیوترال پوسچر داره و این حالت دیگه امو حالت کایفوزس تمثیل کرده. تمرینات اصلاحی که برای کایفوزس بسیار مفید است، به شکل بسیار مختصر چند حرکت هم برای شما اینجا تشریح میکنم، ولی به این معنا نیست که فقط همین حرکات است که کوش پشتی را اصلاح میسازه. شاید حرکات بسیار زیاده باشه که برای اصلاح کایفوزس کمک کننده باشه، اما مهمترین این حرکات ما برای شما در اینجا تشریح میکنیم. یکی از حرکات بسیار مفید برای اصلاح کوش پشتی یا کایفوزس تمرینات با دامنه کامل حرکت، مثلا حرکت ریر تیلت فلای یا همون حرکت قفسه را که ما شما از طرف با تخته پشت انجام میدیم توسط دستگاه همون پیک دیک فلای. این حرکت وقتی که انجام شود در اصلاح کوژی پشت کمک کننده است. حرکت دیگه حرکت بند اوور باربل رو است که یا حرکت هالتر تخته پشت در حالت خمیده. این حرکت هم چون از حرکات ترکیبی است و ساختار حرکتی عملی است به شکل فانکشنال، شما مجبور میشین که هالتر بلند کنین. این هم برای اصلاح کایفوزس کمک کننده است. دیگه حرکتی که بسیار مؤثر و کمک کننده است حرکت فیس پول است. فیس پول امو حرکتی است که توسط کیبل انجام میشه و در دستگاه کیبل کراس معمولا ریسمانی که بر حرکات پشت بازو استفاده میشه او را میتونن که در دستگاه کیبل کراس نصب کنین و این حرکت فیس پول توسط از او همونطور که در این تصویر شما ببینین انجام بدین که این هم برای اصلاح کایفوزس کمک کننده هست. حرکت دیگه‌ای که مؤثر است حرکت است که با دمبل آزاد و با کیبل انجام میشه. یکی از مثالهای این حرکت دمبل سینگل آرم رو است یا حرکت دمبل تخته پشت خمیده با دمبل. این حرکت هم بسیار مفید است. لوردوزس یا کجی کمر چی است؟ لوردوزس در حقیقت خمیدگی بیش از حد مهره های کمر هست. عضلاتی که متاثر میشه عضلات شکم، عضلات خم کننده پهلوها یا عضلات اوبلیک و همچنان عضلات ارکتور سپاین یا حرکات عضلات راست کننده ستون فقرات. این عضلات وقتی متاثر شود فرد منجر به کوژی کمر یا لوردوزس میشه. عوامل این میتونه که چاقی باشه، میتونه اضافه وزن باشه، میتونه چربی بیش از حد در شکم باشه و حتی پیشترم گفتم در به شکل موقتی میتونه که حاملگی در نزد خانم ها هم سبب لوردوزس شود. زمانی که عضلات محراقی یا کور مسل، عضلات محراقی یا کور مسل عضلات است که مسئول حفظ بدن ما شما در حالت ایستادن و در حالت همون نیوترال پوزیشن است. این عضلات وقتی که ضعیف شود، عضلات محراقی
جلو وقت ضعیف میشه و عضلات محراقی خلف که همو ارکتور سپاینه یا عضلات راست کنده ایستون فقرات است، او اگر قوی باشه، در این صورت این ناهماهنگی سبب لوردوزس شده میتونه. البته این ناهماهنگی ها بین عضلات در تمام می کجی های یا انحراف موره ها عامل اصلی بوده میتونه، اما اسبابش که گفتم چی چیزا سبب میشه امکان داره فرق بکنه. مثلا چاقی، اضافه وزنی در اینجا مثال زده شد، نشستن های غلط در شکل کایفوز از مثال زده شد، اینا دست به دست هم میدن و سبب به وجود آمدن این مشکل میشن. خب تاثیراتی بالای بدن ما شما امکان داره که دامنه حرکت پاها را محدود بسازه، یعنی پاها را فرد نتونه به شکل بسیار آزاد حرکت بده، به طرف پیش رو بلند کنه و پایین کنه. امکان داره حرکت کمر محدود شوه که سبب شخی در کمر و درد کمر و حتی در پهلوها سبب گرفتگی عضلات در تو پهلو و سبب یک نوع حالت گرفتگی و شخی در کمر میشه که ناراحت کننده هست. تمرینات اصلاحی برای همین کوژی کمر یا لوردوزس چی است؟ تمریناتی که دامنه کامل حرکت را داشته باشه. مثلا حرکت سپایدرمن، طوری که فرد به حالت رو به جلو، یعنی به اصطلاح رو به دل به زمین خودش بندازه و به شکل اونمو سپایدرمن دستها و پاهای خودش بلند و در این حالت خودش تا حدی که توان داره نگه داره. ممکن یک فرد بتونه تا 1 دقیقه حالت اختیار بکنه و خودش حفظ بکنه، کاملا شبیه حرکت پلانک. این هم حرکت است که به خاطر اصلاح لوردوزس کمک کننده هست. حرکت دیگی که کمتر شاید این حرکت انجام شود، حرکت دید بگ است. دید بگ در حالت تخته و پشت فرد میخوابه، همونطوری که شما در تصویر میبینین. دستها و پاهایش در حالت عمود، هم دستها به طرف عمود بالا هست و هم پاها به طرف بالا عمود است، اما از قسمت زانو به زاویه 90 درجه با ساق قرار گرفته و به شکل متناوب دست چپ با پای راست باز میشه و دوباره ای به حالت اول برمیگرده و دست راست و پای چپ دوباره به همون شکل باز میشه. این حرکت هم میتونیم با وزنه انجام بدیم و هم میتونیم بدون وزنه انجام بدیم. در روزهای اول فردی که میخوای این حرکت انجام بده و شما برش این برنامه رو میتین، کوشش کنین که برش توصیه بکنین که بدون وزنه این حرکت انجام بده، چرا که تا زمان بدنش با این حرکت عادت نکرده استفاده از وزنه ها خطرناک است. حرکت دیگی که برای لوردوزس کمک کننده است و اصلاح میسازه لوردوزس نزد فرد، حرکت باربل روتیشن است یا حرکت تدوری با هالتر. این حرکت تدوری با هالتر هم چنانچه شما در این تصویر میبینین از جمله حرکات بسیار مفید است و این حرکت از جمله حرکات است که بدون تکیه‌گاه انجام میشه، یعنی فرد به هیچ چیز استناد نداره و با هالتر حرکت به شکل چرخشی انجام میده. این حرکت هم باید بسیار احتیاط انجام شود و در جریان حرکت کوشش نشود که موازنه بر هم بخورد، چرا اگر توازن بر هم میخورد در این حالت امکان صدمه بالای موره ها بیشتر میشه. حرکت دیگه حرکت است که با وزنه آزاد یا کیبل انجام شد. مثالش کیبل وود چاپ است یا حرکات که تقریبا فرد شبیه کسی که چوب میشکنانه ای کیبل از یک طرف به طرف دیگه کش میکنه. این حرکت هم بسیار حرکت خوب است و در اجرای این حرکت هم باید بسیار احتیاط شود که مهره های کمر همون حالت نوترال برای خود داشته باشه و از فشار اضافی بالای مهره های کمر جلوگیری شود که خدای نکرده فرد با اجرای این حرکت مشکل دیگی برای خودش ایجاد نکنه. یک چیز باید بسیار زیاد متوجه باشن خانم های باردار که در زمان پروسه حمل لوردوزس در پیش خانم ها به شکل موقتی به وجود میاد. در جریان بارداری اگر خانم میخواه که حرکات ورزشی را انجام میده، باید به بسیار احتیاط حرکات را انجام بده که منجر به تقویت عضلات شکم و عضلات زمین لگن یا پلویک فلور شود و این حرکات باید در زیر نظر یک مربی آگاه و ورزیده انجام بده و بسیار به احتیاط که
خدای نکرده کدام مشکل صحی جدی دیگر برش ایجاد نکنه. یکی از مشکلات دیگه یا انحراف مهره ها به نام سکولیوزس که هم در حقیقت همون کجی کمر هست یا کوژی کمر هست، به نام سکولیوزس یاد میشه. در حقیقت این حالت فرد نه به شکل برآمدگی نه به شکل فرو رفتگی بلکه به شکل یک کجی در قسمت کمر مواجه میشه که شما در این تصویرها میبینین که فرد در حقیقت مهره های کمرش به یک طرف، یعنی به لترال، به یک طرف انحنا پیدا کرده و این منحرف شدن کمر به یک طرف به نام سکولیوزیس یاد میشه. ممکن به شکل انگلیسی سی شیپ یا اس شیپ باشه. اگر به اینطور یک حالت تنها باشه ایره به نام اس شیپ یا سی شیپ یاد میگیرن و اگر همزمان هم از بالا و هم از پایین در دو قسمت انحنا داشته باشه ایره به نام اس شیپ یا شکل اس مانند یاد میکنن. در مجموع برای تمام افرادی که مواجه به امی انحنای مهره های کمر هستند یا انحراف مهره های کمر هستند باید حرکاتی که دامنه کامل یا full range of motion داشته باشه توصیه شود، حرکات ترکیبی باشه، حرکاتی که isolation باشه یا فقط بلند کردن و خم کردن یک دمبل که هست، این حرکت isolation است. ولی حرکات ترکیبی حرکات است که چندین عضله را یک جای با هم درگیر میکنه، یعنی ساختار حرکتیش عملی است به شکل فانکشنال. اینی حرکات بسیار کمک کننده است که از مواجه شدن فرد به این انحراف مهره ها جلوگیری میکنه. دیگه ای که حرکات که در حالت ایستاده و بدون تکیه‌گاه انجام میشه، این هم بسیار کمک کننده است. مثلا اجرای حرکات هالتر، جلو بازو با هالتر، یا یک نمونه حرکت شکل ما پیشتر برای شما گفتم، اما حرکات که با کیبل به شکل چاپود گفتیم، مثل که فرد کیبل چاپود بود که فرد در حالتی که کیبل از بالا پایین کش میکرد. این حرکاتی است که در حالت ایستاده بدون تکیه‌گاه انجام میشه. حرکاتی که با وزنه یا کیبل ها انجام میشه که به شکل وزنه آزاد است، این حرکات بسیار کمک کننده است. اما حرکاتی که دامنش کوتاه باشه، short range of motion داشته باشه، این حرکات نمیتونه که کجی مهره ها را اصلاح بسازه، یا حرکاتی که isolation exercise باشه، یعنی حرکاتی که فقط یک مفصل یا یک عضله درگیر بسازه. دیگه حرکاتی که در حالت نشسته بالای چوکی انجام میشه، اینا هم نمیتونن که کجی یا انحراف مهره ها را اصلاح بسازن. دیگه ای که حرکات دستگاه که به نام fixed resistant machine یاد میشه، این حرکات هم نمیتونه که مشکلات کجی استقامت اصلاح بسازه. این بود درس امروز. تا درس بعدی، خداوند حافظ و ناصر شما.